چرا مغز ما عادت‌ها رو میسازه و اصلا مغزمون چطوری این عادت‌ها رو میسازه؟ چه اتفاقی توی مغز ما میفته وقتی که یک رفتار تبدیل میشه به یک عادت؟ سلام، من زینبم و اینجا کانال مایند اسکوپ. تو 2 تا قسمت قبل گفتیم که عادت رفتاریه که به دفعات کافی تکرار میشه تا به صورت خودکار در بیاد. پروسه شکل‌گیری عادت با آزمون و خطا شروع میشه. چطوری؟ وقتی توی موقعیت جدید قرار میگیریم، مغز ما باید تصمیم بگیره که چی کار بکنه. تحلیل موقعیت، تصمیم‌های آگاهانه‌ای که میگیریم باعث میشه کلی اطلاعات وارد مغز ما بشه و فعالیت نورولوژیکال مغز به شدت بالا میره. حالا مغز شروع میکنه به یادگیری مؤثرترین رفتار و مؤثرترین کار توی اون موقعیت. زمانی که یک رفتار خاص، یک کار عمل خاصی توی اون موقعیت باعث شد که مراکز پاداش و لذت توی مغز ما فعال بشه، حالا اون رفتار رو به صورت رفتار مؤثر شناسایی میکنه و اونقدر تکرارش میکنه تا به صورت خودکار و اتومات در بیاد یا یک رفتار تبدیل بشه به یک عادت، چون رفتار مؤثری بوده. این چرخه بازخوردیه که پشت تمام رفتارهای ما و عادتهای ما وجود داره. تلاش، شکست، یادگیری، تلاش متفاوت و در نهایت پاداش. حالا که یه رفتار تبدیل شد به عادت و به صورت خودکار در اومد، مغز اونو از بخش خودآگاه مغز ما که جلوی پیشانی هست به سمت ناخودآگاه میبره تا بتونه برای تصمیم‌های آگاهانه، تحلیل‌های جدید و موقعیت‌های جدید فضای بیشتری داشته باشه. سوال دیگه‌ای که پیش میاد اینه که آیا با روتین سازی و ساختن عادت‌های روزانه و ثابت زندگیمون یک نواخت و کسل کننده نمیشه؟ بعضی از افراد فکر میکنن که با روتین سازی زندگیشون یک نواخت میشه و دیگه آزادی عملی ندارن. اما برخلاف این تفکر باید بدونید که وقتی روتین میسازید آزادی عملیتون بیشتر هم میشه. چطوری؟ وقتی هر روز مجبور باشید که صبح که از خواب بیدار میشید به این فکر بکنید که چه ساعتی بیدار بشید، چی بخورید، کی ورزش بکنید، کی دوش بگیرید، چه کاری انجام بدید تا شب، مغز شما دیگه ظرفیتی نداره برای اینکه به چالش‌های مهمتر فکر بکنه، به مسائل ضروری تر فکر بکنه، تصمیم‌های جدیدتر بگیره. دلیل اینکه روتین میسازیم اینه که یه سری کارهای کوچیک و ثابت روزانه رو به صورت خودکار در بیاریم تا مجبور نباشیم هر روز بهشون فکر بکنیم و انرژی و ظرفیتی از مغزمون رو صرفشو بکنیم. و اما بخش مهمتره این قسمت. برای اینکه یه عادت جدید بسازی یا یه عادت رو ترکش بکنی، باید دقیقاً بدونی که این عادت از چه ستونهایی تشکیل شده. چرخه این عادت چیه؟ اگه بدونی که پایه‌های اساسی یه عادت چیه و چه مسیری طی شده تا یه عادت ساخته بشه، حالا با تغییر همین اساس و همین مسیر میتونی عادت جدید بسازی. ستونهای اصلی هر عادت 4 تا عاملن که هر کدوم از اینها اگر نباشه یا مختل بشه اون عادت شکل نمیگیره. اولیش سرنخ، بعد از اون تمایل، پاسخ و در نهایت پاداش. سرنخ هر چیزیه که موجب انجام یه رفتار در مغز میشه. اشتیاق یا تمایل قدرت انگیزشی پشت هر رفتاره. تمایل تو افراد متفاوته. یک مکان خاص، یه اتفاق خاص ممکنه توی یک فرد باعث بشه که تمایل پیدا بکنه به سیگار کشیدن ولی در افراد دیگه بی‌معنی باشن. سرنخ‌ها معنایی ندارن تا وقتی که تغییر پیدا بکنن. افکار ما، احساسات ما چیزهایی هستن که باعث میشن یه سرنخ تبدیل بشه به یک رفتار. تمایل تو افراد متفاوته. یه صدای خاص، یک موقعیت خاص ممکنه برای یک فرد سیگاری
این اشتیاق رو به وجود بیاره که به سمت سیگار برگرده. اما همون موقعیت، همون صداها برای یه فرد دیگه بی‌معنی باشن. سرنخ‌ها اساساً بی‌معنی‌ان تا وقتی که یه باعث تغییر بشن. افکار و احساسات ما باعث میشن که یک سرنخ تبدیل بشه به تمایل برای انجام یه رفتار. پاسخ کاریه که انجام میدیم، سرنخ تبدیل میشه به تمایل و حالا تمایل باعث میشه که یه کار رو انجام بدیم و به اون کار میگیم پاسخ. اون پاسخ میتونه یه فکر باشه یا یه عمل فیزیکی باشه. اینکه آیا پاسخی انجام بشه یا نه، اتفاق بیفته یا نه، بستگی به اون قدرت انگیزشی پشت اون رفتار داره که قدرت انگیزشی همون تمایل ما. عامل سوم پاسخه. پاسخ کاریه که انجام میدیم. میتونه یه عمل باشه، میتونه یک فکر باشه، اما در نتیجه اون سرنخ و تمایل ایجاد میشه. اینکه یه پاسخی اتفاق بیفته یا نه بستگی داره به اینکه ما چقدر قدرت انگیزه داریم، چقدر تمایل داریم و حتی چقدر با اون رفتار سازگاری داریم و همچنین به توانایی شما ربط داره. ممکنه یه عمل خاص، یه کار خاص خیلی بیشتر از توانایی و تمایل و اشتیاق شما نیاز به تلاش ذهنی و تلاش فیزیکی داشته باشه. اما عامل چهارم پاداشه که هدف نهایی هر عادتیه. اون پاداش ممکنه یه چیزی باشه که برای ما درس داره، یه چیزی رو به ما یاد داده یا باعث لذت و خوشحالی ما شده. پاداش ها ممکنه یک ارتقایی به ما بدن، پولی باشن، قدرتی باشن، ولی هر چیزی که باشن در نهایت برای یه لحظه هم که شده باعث حس لذت و شادی در ما میشه و در نهایت پاداش ها به ما یاد میدن که یک رفتار خاص چقدر برای ما ارزشمنده. سیستم عصبی حسی ما مدام مانیتور میکنه که چه چیزی باعث احساس رضایت و خوشحالی ما میشه و با درک حس رضایت و ناامیدی رفتارهای مفید رو از غیر مفید تمایز میده و حالا اون رفتاری که مفید نگه میداره و اونقدر تکرار میکنه تا تبدیل به عادت بشه. هر کدوم از این 4 مرحله اگه اتفاق نیفته عادتی هم شکل نمیگیره. این 4 تا مرحله رو میتونیم تبدیل بکنیم به 2 تا فاز. سرنخ و تمایل بشن فاز مسئله، زمانی که احساس میکنید یه چیزی نیاز به تغییر داره. پاسخ و پاداش میشن فاز راه حل، اون رفتاری که انجام میدیم برای اینکه به اون تغییر مد نظرمون برسیم. در نهایت همه رفتارهای ما در پاسخ به یه مسئله، یه موضوع، یک چالش و یا یه موقعیت جدید ایجاد میشن. تصور کنید که وارد یک اتاق خیلی تاریک میشید و بلافاصله بدون اینکه فکر بکنید سریعاً کلید برق رو میزنید تا اتاق روشن بشه. چرا؟ چون این رفتار انقدر تکرار شده که حالا به صورت اتومات و بدون اینکه بخواید به این 4 مرحله فکر بکنید انجامش میدید. توی این قسمت یاد گرفتیم که هر عادتی که شکل میگیره چه چرخه‌ای رو پشت سر میذاره، چه مسیری طی میشه تا یک عادت شکل بگیره. تو قسمت بعد قراره که یاد بگیریم که هر کدوم از این مراحل رو چطوری تغییر بدیم تا بتونیم در نهایت یک عادت رو تغییر بدیم.